به نام خدا. ادامه جلسه لمفوسیت دیولپمنت و بلوغ لمفوسیتی رو در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل ما کلیات تکامل لمفوسیت ها رو گفتیم که لمفوسیت ها از یک پیشساز لمفوسیتی ساخته میشن. لمفوسیت B در تیموس تکامل پیدا میکنن، لمفوسیت B در مغز و استخوان تکامل پیدا میکنن. روندهای کامیتمنت، روند در واقع بازآرایی سوماتیک، فرآیندهای سلکشن باید اتفاق بیفته، پوزیتیو سلکشن و نگاتیو سلکشن، و در نهایت ما لمفوسیت بالغ رو خواهیم داشت و بیشتر رفتیم روی تکامل تی سل و گفتیم که در ارتباط با تی سل ها از یک استم سلی شروع میشه و بعد تبدیل میشه به پروتیسل یا همون سلول دوگانه منفی دابل نگاتیو و گفتیم همین در مرحله پروتیسل بازآرایی جایگاه ژنی زنجیره بتا شروع میشه و پروتیسل تبدیل میشه به پریتیسل در واقع سلولی بود که زنجیره بتا رو داشت ولی زنجیره آلفا رو نداشت. جای زنجیره آلفا یه زنجیره دیگه به نام پرتی آلفا میومد و در واقع گیرنده سلول پریتیسل رو میساخت و گفتیم که این پریتیسل یا در واقع رسپتور تی سی آر یه ویژگی هایی داشت، باعث بقا و تکثیر میشد، باعث میشد که جایگاه زنجیره آلفا بازآرایی رو شروع بکنه و این تیموسیت‌های دوگانه منفی رو تبدیل به دوگانه مثبت میکرد و بعد ما دابل پوزیتیو ها رو داشتیم که اونجا بازآرایی زنجیره آلفا انجام میشد و ما دو تا زنجیره کامل تی سل رسپتور رو داشتیم. روندهای وقتی دو تا زنجیره ایجاد شد، حالا این سلول دابل پوزیتیو ما مستعد به روند گزینش میشد و اون پوزیتیو سلکشن و نگاتیو سلکشن که یکی در کورتکس تیموس و یکی در مدولا انجام میشد و در نهایت این تی سل بالغ میشد و سینگل پوزیتیو میشد و در واقع از تیموس خارج شد. ادامه اون بحث بازآرایی ژنی بود. ما گفتیم که این دومین های متغیر ایمونوگلوبولین و تی سل رسپتور در اثر این بازآرایی تحت عنوان VDJ ریکامبینیشن ایجاد میشه. VDJ ریکامبینیشن گفتیم چند تا قطعه ژنی ما داریم، قطعه ژنی V که همون در واقع معنی متغیر و تنوع هستش، وریبل یا تغییر پذیر، D دایورسیتی یا تنوع و J جوینینگ یا اتصال. این سه تا قطعه ژنی هستن که در واقع تمام بازآرایی ژن‌های مربوط به تی سل رسپتور مربوط به دومین متغیرشون و ژن‌های مربوط به قسمت متغیر آنتیبادی ها یعنی VH و VL، V آلفا و V بتا در اثر این بازآرایی این قطعات ژنی ایجاد میشه. خب اصلا قبل از اینکه وارد بحث جزئیات بازآرایی سوماتیک بشیم، ژن تعریفش چیه؟ ژن قطعی از دی ان ای هست که در واقع ترانسکریپت میشه، نسخه برداری میشه. حالا این قطعات ژنی رو بذار اینجا من اول بهتون نشون بدم. خب ببینید ما این قطعات ژنی رو ببینیم. قطعات ژنی وی در کاپا در واقع در مورد ایمونوگلوبولین ها برای زنجیره سنگین ما 45 تا قطعه ژنی وی داریم، 23 تا دی داریم و 6 تا جوینینگ یا جی. یعنی تمام اون گنجینه متغیر آنتیبادی ها که گفتیم 10 به توان 9 تا 10 به توان 12 این آنتیبادی ها و در واقع تی سل رسپتور ها در اثر این کامبینیشن این ژن ها هستش. یعنی در هر بازآرایی یکی از وی، یکی از دی و یکی از جی کنار هم قرار میگیرن، مایه وی رو میسازن. برای کاپا هم ببینیم 35 تا وی داریم و دی اونجا نداریم، بس دی فقط در زنجیره سنگینه توی ایمونوگلوبولین ها. 5 تا جی داریم. حالا نیاز به حفظ کردن نداره، فقط میخوام این قطعات ژنی رو بگم که یه قطعات ژنی محدودی هستن در سطح کروموزوم. حالا اون کروموزوم رو هم به شما نشون میدم، جلسه قبلا نشون دادم. اینجا کاپا رو ببینیم وی 30 تا داره و در واقع جی باز دی نداره. در مورد آلفا و بتا هم ببینیم قطعه وی داریم توی آلفا
دی نداریم، اما قطعه جی خیلی زیادی داریم، جوینینگ جی اینجا خیلی زیاده. در مورد بتا باز قطعه ژنی وی رو داریم و اینجا هم دایورسیتی داریم دی و در واقع جوینینگ اینجا هم 12 تا وجود داره. بس قطعه دی که در تنوع نقش داره در زنجیره سنگین و زنجیره بتای تی سل رسپتور ما داریم. حالا زنجیره گاما دلتا هم میتونید خودتون مطالعه بکنید. پس از بازارایی وقتی ما میگیم که باعث تنوع در ایمونوگلوبولین ها و تی سل رسپتور میشه، در اثر این سه تا قطعه ژنی وی، دی و جی. اینا کجا هستن؟ قطعات ژنی روی سطح کروموزومن، دی ان ای هستن. اینا کنار هم قرار میگیرن به صورت رندوم تصادفی و بازارایی وی دی جی یا وی جی رو باعث میشن. حالا اگه در واقع دی نداشته باشه میشه وی جی. مثلا اینجا شما نگاه بکنید برای کاپا اگه بخواد یه بازارایی انجام بشه، یه دونه از این وی میاد یه کنار یه جی قرار میگیره میشه وی جی، یا لاندا مثلا یه وی کنار یه جی قرار میگیره. ما برای زنجیره سنگین وی و دی و جی هر سه تا شما داریم، وی دی جی میشه. یک بازارایی که اینجا انجام میشه تحت عنوان وی دی جی یا وی جی، این میشه mRNA ترانسکریپت میشه، ناحیه وی آنتیبادی رو یا ناحیه وی آلفا و یا بتای تی سل رسپتور رو میسازه. یعنی در واقع بازارایی به این معنی هستش، یعنی فرآیندی که دی ان ای، این هم دی ان ای هست، این هم ژن ها وقتی ما میگیم یعنی دی ان ای، دی ان ای در رده سلول های بی و تی بازارایی میشن، کنار هم قرار میگیرن. این قطعات ژنی کنار هم قرار میگیرن و در نهایت نوترکیه سوماتیک رو به وجود میارن. خب اینجا رو ببینید، من در سطح کروموزوم جلسه قبل هم اینو نشون دادم. خب این یه ژن در واقع ساختار کروموزوم 14 ژن های کمپلکس ژنی مربوط به زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین رو داره نشون میده. توی زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ما یه وی اچ داریم، یه سی اچ داریم. این هم باز مربوط به مطالب قبله که باید بدونیم. یه وی اچ داریم، یه سی اچ داریم. وی اچ در واقع همون ناحیه متغیر زنجیره سنگینه. خب چجوری ناحیه متغیر زنجیره سنگین ساخته میشه؟ ما گفتیم برای اینکه ناحیه متغیر ساخته بشه باید یک بازارایی صورت بگیره. بازارایی بین چی؟ بین قطعات ژنی وی، یعنی که در واقع به شکل مستطیل های سبز نشون داده شده، و در واقع این قطعات ژنی دی که اینجا به شکل آبی هست و قطعات ژنی جی که به شکل زرد هست. یک بازارایی بین این قطعات ژنی باید اتفاق بیفته تا ناحیه وی آنتیبادی ساخته بشه. وی اچ و وی ال هم اگه بخواد ساخته بشه باید در واقع توی کروموزوم 2 مثلا اگه کاپا باشه روی کروموزوم 2 باید ژن‌هاش بازارایی بشن و اگه راندا باشه روی کروموزوم 22. این کروموزوم 14 رو داره نشون میده و ژن‌های مربوط به زنجیره سنگین روی کروموزوم 14 هستن. خب این یکی از این وی‌ها، یکی از این جی‌ها و یکی از این دی کنار هم قرار میگیرن که حالا ترتیبش رو میگیم که به چه شکلیه، چجوری اینا کنار هم قرار میگیرن. اما یکی از قطعات ژنی وی، یکی از دی و یکی از جی میشه وی دی جی. وی دی جی وقتی در واقع ایجاد میشه یعنی ناحیه متغیر آنتیبادی. خب ناحیه متغیر آنتیبادی کارش شناسایی آنتیژن بود. اون ناحیه در واقع که اختصاصا آنتیژن رو شناسایی میکرد. زنجیره سنگین ناحیه ثابت هم داره. ناحیه ثابت ایزوتایپ های آنتیبادی بودن. خب اینجا ببینید ایزوتایپ های آنتیبادی بسته به این که از کدوم زنجیره سنگین استفاده بشه یا به عبارتی از کدوم ژن استفاده بشه نوع ایزوتایپ فرق میکنه. اینجا در واقع ام رو داریم، اگزون یا ژن مربوط به زنجیره سنگین مو که آی جی ام رو میسازه، دی آی جی دی رو میسازه، آی جی 3 آی جی 1 آی جی آی 1 آی جی جی 2 آی جی جی 4 آی جی ای و آی جی آ 2. اینا در واقع وقتی این وی دی جی بازارایی شد یکی از اینها میان کنار در واقع وی دی جی قرار میگیرن و زنجیره و در واقع ایزوتایپ آنتیبادی هم مشخص میشه. یه نکته‌ای که مهم هست، معمولا در تکامل بیسل ها، در روند تکامل بیسل ها، چون این دوتا نزدیکتر هستند به این ساختار ژنی وی دی و جی، زمانی که یکی از این دی ها با یکی از این دی ها و یکی از این جی ها
بازارایی صورت میگیره و VDJ نایه متغیر آنتیبادی رو میسازن، این دوتا از این دوتا استفاده میکنه در روند تکامل و به عبارتی ما بی سلی که بالغ میشه در واقع یک IgM غشایی و یک IgD غشایی داره. IgM و IgD غشایی یعنی چی؟ یعنی زنجیره سنگینشون در واقع مربوط میشه به مو و دلتا که از این ژن ها استفاده میکنن. حالا اون تو مبحث تکامل بی سل بیشتر توضیح خواهیم داد. پس این بازارایی به این شکل هستش. خب اینجا باز این ژرم لاین رو داره نشون میده در سطح کروموزوم، همین چیزی که در واقع اینجا هست اینجا به صورت خلاصه به صورت شماتیک داره نشون میده. این تعداد قطعات ژنی V، تعداد D و تعدادی در واقع J. از این تعداد محدود ما نایه متغیر در واقع زنجیره نایه متغیر زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها رو میسازیم. چجوری؟ در واقع یه دونه از این V، یه دونه از این D و یه دونه از این. ابتدا برای بازارایی اول D و J با هم بازارایی میکنن که حالا میگیم علتش چیه، و بعد یه دونه V میاد به اینها، پس یه دونه D یه دونه J میشه DJ. این بازارایی در زنجیره سنگین رو داره میگه. و یه دونه هم قطعه ژنی V میاد، این میشه VDJ. یه دونه از اون اگزون های نایه ثابت آنتیبادی که اینجا گفتیم 9 تا در واقع ژن هستش که نایه ثابت رو میسازه، 9 تا زیرگروه میاد به این متصل میشه و این میشه ایمونوگلوبولین غشایی ما که یه نایه متغیر داره که محل شناسایی آنتیژن ها هست و یه ایزوتایپ زنجیره سنگین که در واقع مشخص میکنه که نوع آنتیبادی چیه. البته دقت بکنید که این VH کنار این باید VL هم بازارایی بشه، یعنی در واقع ما یه بازارایی در زنجیره سنگین داریم، یه بازارایی در زنجیره سبک داریم VL داریم که مجموع اینها نایه V آنتیبادی رو میسازن. خب حالا بریم روی مکانیسم های بازارایی سوماتیک. خب ببینیم به چه شکلی این بازارایی سوماتیک انجام میشه. پس کلیتش این شد که در فرآیند نوترکیبی یا همین بازارایی VDJ، حالا در جایگاه ژنی ایمونوگلوبولین که اینجا الان شکلش رو میبینیم و یا در جایگاه ژنی تی سل رسپتور که نشون داده نشده، یه ژن V کلیتش اینه، یه ژن V، یه ژن J و یه ژن D. این ژن D در زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین وجود داره فقط و در زنجیره بتای تی سل رسپتور و دلتای تی سل رسپتور. درست شد؟ در هر لنفوسیت در حال تکامل انتخاب میشن. پس چی شد؟ در فرآیند نوترکیبی در هر جایگاه ژنی که مربوط به ایمونوگلوبولین هست که با تی سل رسپتورها هست، یعنی در تکامل بی سل و یا تی سل، یه ژن B، یه ژن J و یه ژن D. ژن D بسته به این که این ژن D گفتیم در زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها ما داریم و در زنجیره بتا و دلتای تی سل رسپتور. در لنفوسیتایی که در حال تکامل هستن این انتخاب میشن و از کنار هم قرار گرفتن این قطعات ژنی VDJ یه اگزونی به وجود میاد که ناحیه متغیر گیرنده آنتیژن رو کد میکنه، یعنی در واقع ناحیه متغیر گیرنده آنتیژن رو درست میکنه. این کلیت وصف، خب کلیت نوترکیبی. خب حالا نوترکیبی توسط آنزیم هایی در واقع مکانیسمش ایجاد میشه، انجام میشه که به این آنزیم ها VDJ ریکامبیننز میگن. خب ریکامبیننز یا در واقع VDJ ریکامبیننز آنزیم هایی هستن که بازارایی انجام میدن. حالا این آنزیم ها به اینا آنزیم های RAG1 و RAG2 هم میگن، چون دو تا ژنی که در واقع این آنزیم ها رو کد میکنه ژن هاش همین RAG1 و RAG2 هستش. Recombination Activating Gene، RAG Recombination Activating Gene، RAG1 و RAG2. این آنزیم ها نکته‌ای که وجود داره فقط در لنفوسیت های در حال تکامل فعال هستن، RAG1 و RAG2. من اینجا اصلا دارم RAG1 و RAG2 رو. این RAG1 و RAG2 این آنزیمایی هستن که در واقع
در بازارایی نقش اصلی داره. خب حالا پس رگ 1 و رگ 2 اینها این قطعات ژنی گفتیم وسط کروموزوم دیگه. میخواد این قطعات ژنی کنار هم قرار بگیرن. بازارایی این از کنار هم قرار گرفتن قطعات ژنی وی، دی و جی در سطح کروموزوم هایی که مربوط به ژن های زنجیره سنگینن، زنجیره سبکن، زنجیره بتان، زنجیره آلفا. خب برای اینکه در واقع این آنزیم ها بتونن کار بکنن، این آنزیم ها توالی خاصی از دی ان ای رو، از اون ژن رو به نام توالی های RSS اینا توالی های RSS اینها رو شناسایی میکنن و میان در واقع DNA رو برش میزنن. پس اتفاقی که میفته، چیزی که الان گفتیم، برای VBJ ریکامبینیشن آنزیم هایی فعال هستن، آنزیم هایی در واقع این کار رو انجام میدن، بهشون میگن VBJ ریکامبیننس ها. این آنزیم ها رو بهش رگ 1 و رگ 2 هم میگن، برای اینکه دو تا ژن های رگ 1 و رگ 2 این آنزیم رو کد میکنن. این آنزیم در لنفوسیت های در حال تکامل فقط حضور داره، فعاله. و وقتی در لنفوسیت در حال تکامل وجود داره، این فقط در این لنفوسیت ها هستش که بازاری اتفاق میفته. خب این آنزیم ها توالی خاصی از دی رو به نام RSS ها رو شناسایی میکنن. خب این توالی رو وقتی شناسایی میکنن، قدرت برش زدن دی ان ای رو دارن، چون یک اندونوکلئازن، به عنوان یک اندونوکلئاز عمل میکنن و دی ان ای رو برش میزنن. خب حالا بس اختصاصی این آنزیم ها اختصاصی لنفوسیت ها هستن و تنها در لنفوسیت های بی و تی نابالغ فعالن و همونطوری هم که می‌دونیم بازاری ژن های ایمونوگلوبولین در سلول های مچور بی سل یا سلول های مچور تی سل بازاری ژن های مربوط به تی سل رسپتور دیگه انجام نمیگیره، فقط در روند تکامل هستش که ما این بازاری رو داریم. نکته بعدی در ارتباط رگبان ها، ژن های رگ و یا در واقع که باعث تولید اون آنزیم ها میشن، غالبا در فاز G0 و G1 چرخه سلولی بیان میشن و در واقع سلولایی که در حال تکثیر هستن این ژن های رگبان خاموشن. یعنی وقتی سلول وارد فاز G0 و G1 میشه، حالا این رگبان ها فعال میشن یا رگبان و رگ 2 فعال میشن. خب بس به این شکل گفتیم که این آنزیم ها میان یک توالی هایی رو شناسایی میکنن. این توالی ها رو بهش میگن RSS. این توالی ها چی هستن؟ توالی RSS Recombination Signal Sequence. RSS Recombination Signal Sequence. خب این توالی هایی هستن، توالی های سیگنال، توالی هستن که در کنار این قطعات ژنی وجود داره. این قطعه ژنی V، این قطعه ژنی J مربوط به کاپا، قطعه ژنی V و J مربوط به لاندا و قطعه ژنی V، D و J مربوط به زنجیره سنگین. خب این اگه بازارایی بشه نایه V زنجیره سبک رو میسازه کاپا، V و J نایه متغیر زنجیره سبک لاندا رو میسازه. می‌بینید آنتیبادی ها 65% از کاپا استفاده می‌کنن، 35% از لاندا. و این اگه بازارایی بشه چی رو میسازه؟ نایه VH رو میسازه، نایه V زنجیره سنگین رو میسازه. در واقع VH و VL این دوتا با هم میشن مجموع، میشن در واقع همون زنجیره نایه متغیر آنتیبادی ها یا بی سل رسپتور. خب حالا این RSS ها چی هستند؟ RSS ها از 3 قسمت تشکیل شدن. اینا هستن که آنزیم ها اینا رو شناسایی میکنن. یعنی دو تا قطعه ژنی که باید کنار هم آورده بشن، بازارایی بشن، به هم بچسبن، باید این دو تا در واقع توالی RSS رو داشته باشن و این توالی RSS رو آنزیم های ریکامبیننس یا رگبان و رگ 2 در واقع اینها رو شناسایی میکنن. خب این توالی RSS چی هستند؟ اینها از 3 تا قسمت تشکیل شدن. همونطوری که می‌بینید از 3 قسمت تشکیل شدن. یک قسمت یه توالی ثابت حفاظت شده داره با این سکانس CACA-GTG که بهش میگن در واقع هپتامر، 7 نوکلئوتیده، بهش میگن هپتامر، که این توالی کد کننده ما هستش. این توالیه که در واقع پروتئین میسازه.
اینا توالی حفاظت شده است. یه توالی متغیر فاصله گذار داره که 12 نوکلئوتیده. 12 نوکلئوتید در واقع معادل وان ترم زنجیره دی ان ای هست یا تک تاب. چون مارپیچ دی ان ای رو اگه در نظر بگیریم در واقع یه تابی که میخوره این 12 نوکلئوتید معادل اون یک تاب زنجیره دو رشته‌ای دی ان ای هستش و میبینید که بعضی از اینها 23 هستن، 23 نوکلئوتید دارن. این 23 نوکلئوتید معادل در واقع دو تاب یا تو ترم مارپیچ در واقع دی ان ای هستش. اینو باید یه مقدار به صورت در واقع سه‌بعدی تجسم بکنیم. خب حالا پس یه هپتامر داره، یه 12 نوکلئوتید و یه توالی دیگه که داره، توالی باز ثابتی هستش 9 نوکلئوتیدی به نام نانومر و این ساختار RSS. شما اینجا رو می‌بینید، این حالا هپتامر 12 نانومر، باز اینجا از این ور اگه بخوام بخونیم هپتامر 23 نانومر، اینجا هم همینجور هپتامر 23 نانومر، هپتامر 12 نانومر، اینجا قطعات V 23 و اینجا J هم 23 مربوط به زنجیره سنگین. نکته‌ای که وجود داره در D، قطعه ژنی D دو طرفش 12 هستش. خب حالا پس این RSS رو به این شکل اگه باشه، یعنی ما همچین سکانسی رو اگه داشته باشیم، آنزیم های رگبان و رگتو میان این رو شناسایی میکنن. آنزیم های رگبان و رگتو فقط زمانی میتونن در واقع فعالیت بکنن که این توالی های RSS باشن. نکته دیگه که وجود داره، آنزیم های رگ رشته دی ان ای رو در محل بین این RSS ها اینجا و توالی کد کننده، این توالی کد کننده است اینجا در محل بین RSS ها اینجا. خب اینجاها رگبان ها اینجاها رو برش میزنن. این در واقع دی ان ای هستش دیگه، یک دی ان ای دو رشته‌ای هست. این در واقع در سطح دی ان ای ما این ژن ها رو داریم دیگه. رگبان ها اینجا رو در واقع برش میزنن، یعنی میشکنه. خب یه قانونی وجود داره توی این بازارهای سوماتیک یا در واقع نوترکیبی سوماتیک، و قانونی هست که قانون 1223 و این قانون چی میگه؟ میگه زمانی نوترکیبی بین دو تا قطعه، یعنی مثلا بین V و J یا مثلا بین D و V یا بین D و J، زمانی بین دو تا قطعه ژنی نوترکیبی انجام میشه که یکی فاصله گذار 12 نوکلئوتیدی داشته باشه، یکی 23 نوکلئوتیدی. این رو بهش میگن قانون 1223. این برای اینه که قطعه‌ای که کد کننده هستش و در تک تاب هست، یعنی در یه مارپیچ دی ان ای هست، بیاد نزدیک در واقع اون قطعه که در مارپیچ دوم، دو تا مارپیچ هست. در واقع این باز یه تجسمی میخواد که این دو تا قطعه ژنی برای اینکه کنار هم قرار بگیرن، یکیش باید یک تاب باشه، یکیش باید دو تاب باشه. یعنی یکیش باید توی یه مارپیچ فاصله داشته باشه، این باید دو تا مارپیچ فاصله داشته باشه که این دو تا کنار هم قرار بگیرن. خب پس این قانون 1223 هستش. این قانون 1223 باید وجود داشته باشه. اگه هر دو 23 باشن اتفاق نمیفته، نوترکیبی اتفاق نمیفته. پس اینجا الان ما نوترکیبی رو داریم، یعنی آنزیم های رگبان میتونن بیان این رگ به طور کلی رگبان و رگتو میتونن بیان این دو تا قسمت رو برش بزنن و این فاصله گذار 1223 دارن. اما اینجا چی؟ اگه بخوایم V با J در زنجیره سنگین بازارایی بشه اتفاق نمیفته و اینکه هر دو تا چی هستن؟ 23 هستن، 23 نوکلئوتیدی هستن. پس این قانون در واقع اینجا صدق نمیکنه. باید اول D با J بازارایی رو انجام بده، چون D هر دو طرفش 12 هستش. این 1223 میشه و این هم در واقع و در ادامه V بیاد بچسبه. همونطوری هم که تو این شکل هم ما نشون دادیم، اول D و J با هم بازارایی میکنن و بعد V و D میاد بهش میچسبه و BDJ میشه. پس این قانون 1223 هستش.
خب حالا ببین روی اینجا رو ببینید، این دو تا رشته دی ان ای 5' 3' این همون RSS هست و این اون قطعه کد کننده ما. این RSS تشکیل شده از یه هپتامر، یه اسپیسر 12 نوکلوتید و یا 23 نوکلوتید که این گفتیم 12 و 23 معادل یه مارپیچ و یا 2 مارپیچ دی ان ای هستن و با اینکه در واقع دو تا قطعه ژنی کنار هم قرار بگیرن، یکی باید از در واقع این 12 بیس پیری استفاده بکنه و یکی 23 بیس پیری که بتونن کنار هم قرار بگیرن. خب حالا اینجا رو ببینیم به چه شکلی میشه. برای اینکه فرآیند نوترکیبی اتفاق بیفته 4 تا مرحله به صورت متوالی و متمایز باید انجام بشه. مرحله اول چیه؟ مرحله اول اینه که یه سیناپسی تشکیل بشه. این سیناپس چیه؟ قسمت هایی از یک کروموزوم که حالا میتونه اینجا باشه، کروموزوم 14، کروموزوم شماره 2 و کروموزوم شماره 22. قسمت هایی از کروموزوم که مربوط به گرنده آنتیژنی هستن. حالا میتونه برای ایمونوگلوبولین باشه، میتونه برای اینجا که ایمونوگلوبولین رو دارن نشون میده، میتونه برای تی سل ریسپتور باشه. برای انجام نوترکیبی که در واقع قابل دسترس میشن و آنزیم های ریکامبینانز اون به صورت اختصاصی به RSS ها متصل میشن، این رو صورت یک کمپلکس سیناپسی در میارن. یعنی در واقع یه سیناپسی اینجا شکل میگیره. سیناپس باعث میشه که قطعات VDJ حالا هر کدوم از اینا و RSS ها برای برش و اتصالات بعدی مجاور هم قرار بگیرن. پس اولین کاری که در واقع میشه، اولین قدم در نوترکیبی سوماتیک همینه. این آنزیم ها میان و این دوتا قطعه ژنی رو کنار هم قرار میدن. حالا قطعه ژنی چجوری کنار هم قرار میگیرن؟ توی گفتیم یکی باید 12 بیس پیر باشه، یکی 23 بیس پیر باشه. یعنی این یه مارپیچ و دو تا مارپیچ یه جوری باشن در اون کنار هم قرار گرفتن که این دو تا زنجیر، دو تا در واقع قطعه ژنی کنار هم قرار بگیرن، یا این دو تا کنار هم قرار بگیرن. خب این مرحله اوله. مرحله دوم برش ایجاد میشه. مرحله دوم برش ایجاد میشه. بذار اینجا رو من این شکل این اوورویو رو ببینم. اینجا ببینید، اینجا هم رگبان ها اومدن چسبیدن. خب و این در واقع رشته دی ان ای هست. این قطعه ژنی وی، این قطعه ژنی جی. بازارهایی که داره اینجا اتفاق میفته بین وی و جی هستش. حالا دی اینجا ما نداریم. خب این سیناپس ایمونولوژیکه. مثلا سیناپس که مربوط به در واقع سیناپس ایمونولوژیک فرق می‌کنه. سیناپسی که مربوط به همین بازارهایی هستش. خب این یه مارپیچ و دو مارپیچ به این شکل دیگه، یعنی این دو تا قطعه ژنی کنار هم قرار میگیرن. این یکی باید 12 بیس پیر باشه و یکی 23 بیس پیر. خب اینجا در واقع این سیناپس تشکیل شد. رگبان ها چیکار میکنن؟ رگبان ها و رگتوها میان در واقع همون پروتئینای دیگه هم اینجا هستن، میان در واقع برش میزنن. پس مرحله بعد برش کجا؟ میان انتهای کد کننده این ژن و توالی هپتامر. توی یکی از این رشته ها، توی یک رشته در واقع این برش رو ایجاد میکنن و یه سپریم اوهاشی آزاد میشه و این سپریم اوهاش رشته دیگر رو مورد حمله قرار میده و در نهایت اون رشته دیگه هم برش میخوره. یه ساختاری ایجاد میشه به نام ساختار هیرپین، ساختار سنجاق سری یا هیرپین. خب اینجا شما میبینید ساختار سنجاق سری اینجا، این دوتا ساختار سنجاق سری، این دوتا قطعه باید کنار هم بیان دیگه. این یه ساختار سنجاق سری یا هیرپین ایجاد میشه. خب اون قسمت وسط دی ان ای هم در واقع از بین میره و تجزیه میشه. خب این مرحله دوم بود که برش ایجاد میشه. تو مرحله سوم انتهای کد کننده پردازش میشن، یعنی همین جاهایی که در واقع به صورت هیرپین هست. به چه شکل؟ اینا باید باز شن و این دو تا قطعه باید به هم متصل بشه، یعنی به این شکل در بیاد. این هیرپین ها باید باز شن. زمانی که این هیرپین ها باز میشن باید پردازش بشن. باز شدن این هیرپین ها یا آنزیم به نام
آرتمیس این کار رو میکنه. آرتمیس میاد در واقع هیرپین ها رو باز میکنه و اونجا در واقع انتهای این ژن های کد کننده چی میشن؟ پردازش میشن. و مرحله آخر آنزیم هایی مثل آنزیم های لیگانز و همچنین آنزیم مثل آنزیم XRCC4 اینها میان این دوتا قطعه کد کننده رو به هم وصل میکنن. این در واقع میشه یک نایه ژنی ایمونوگلوبولین، نایه ژنی وی مربوط به زنجیره سبک، چون در واقع اگه در مورد آنتیبادی ها صحبت بکنیم چون وی و جی هستن. این کلیت در واقع بازارایی ژنی بود. خب اینجا ببینید رگ1 ها و رگ2 ها میان برش رو میزنن. این برش که ایجاد میشه در نهایت اینجا رو میخوام نشون بدم، این هیرپین ایجاد میشه. این هیرپینه. این هیرپین رو آرتمیس در واقع باز میکنه، آرتمیس باز میکنه و پردازش میشه. پردازش به چه شکلیه؟ این وقتی اینجا نگاه کنید یا اینجا چجوری باز شده، یا از اینجا آرتمیس برش میزنه به این شکل میشه، یا از این بالا برش میزنه، یا به صورت صاف برش میزنه که این سه تا حالت رو ما داریم. خب همونجوری که میبینید اینجاها خالیه، اینجاها خالی. این پردازش که میگم باید این نوکلئوتیدها پر بشن، این نوکلئوتیدها باید پر بشن. خب این نوکلئوتیدها پر میشن. توالیه‌ای که در واقع این نوکلئوتیدها رو پر میکنه، این توالیه‌ها رو بهش میگن توالیه‌های پالیندروم، توالیه‌های پالیندروم که حالا در ادامه باز نشون میدیم. و در نهایت باز یه نوکلئوتیدهای دیگه‌ای به این نایه اضافه میشن تحت عنوان N نوکلئوتیدها و در نهایت این قطعه ژنی ساخته میشه. خب پس این کلیات بازارایی ژنی بود در ژن‌های مربوط به ایمونوگلوبولین یا تی سل رسپتور. یک بار دیگه یه مروری بکنیم. قطعات ژنی که اینجا هستن قطعات ژنی هستن که توالیه‌هایی دارن تحت عنوان توالیه‌های RSS. این توالیه‌های RSS مورد شناسایی آنزیم‌های رگ قرار میگیرن. آنزیم‌های رگ میان در واقع یه سیناپس تشکیل میدن. زمانی که این سیناپس تشکیل میدن در ادامه برش میزنن. این توالیه‌ها رو از نایه هپتامر برش میزنن. این قسمت وسطی از بین میره. زمانی که برش میزنن انتهاهای هیرپین ایجاد میشه. انتهای هیرپین اینجا نشون دادیم. این انتهاهای هیرپین باید در واقع پردازش بشن. پردازش اینها به دو شکل هستش، یا در واقع پالیندروم هست، توالیه‌های پالیندروم که حالا میگیم به چه شکلیه، و همچنین نوکلئوتیدهای اضافه میشن به نام N نوکلئوتیدها. خب این کلیت در واقع بازارایی ژنی بود که باعث میشه دو تا قطعه ژنی که در باعث ایجاد نایه وی ایمونوگلوبولین ها و یا نوایی وی تی سل رسپتور ها میشن، چجوری در واقع این ژن ها کنار هم قرار میگیرن. نکته‌ای که وجود داره باز تاکید میکنم تعداد قطعات ژنی محدود، اما گنجینه آنتیبادی و یا گنجینه تی سل رسپتور ما بسیار متنوع هستش. حالا نحوه ایجاد این تنوع چیه در گنجینه سلول های بی و تی؟ نحوه ایجاد این تنوع، خب یه تنوع ناشی از مکانیزم های زیادی وجود داره که باعث میشه که تنوع ایجاد بشه. این شکل من در ادامه میگم که به چه معنی هستش اینجا گذاشتم. یه دلیلش، یک مکانیزمش اینه که تنوع ترکیبیه. این چی؟ اتصال تصادفی قطعات ژنی ویدیجی. خب این بازاراییه اتصالش تصادفیه. همینجا که تو این شکل نشون دادیم، ببینید این شکل نشون داد اینجا. خب کاملا تصادفیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا در هر بازارایی، یعنی در هر تکامل نرم‌پوسیتی که داره اتفاق میفته، در هر بار
یه دونه از این وی ها، یه دونه از این جی ها و یه دونه از این دی ها کنار هم قرار میگیره. خب کاملا این اتصال تصادفی، اینو بهش میگن، این مکانیزم بهش میگن تنوع ترکیبی. خب یه مکانیزم تنوع در گنجینه سلولای بی و تی همینه. یعنی ما قطعات ژنی محدودی داریم، اما در هر بار از اون 40-50 قطعه ژنی وی و 15-16 تا قطعه ژنی دی شاید بیشتر باشه و 6 تا قطعه ژنی جی یکیش انتخاب میشن و دی جی میشن و یه بی آنتیبادی میسازن. پس این تنوع یک مکانیزمش همینه، تنوع ترکیبیه. خب مکانیزم بعدی در ارتباط با تنوع ترکیبی، بس یکیش گفتیم همین اتصال تصادفی قطعات ژنی. بعد در واقع سنتز پروتئین گیرنده در کنار هم قرار گرفتن دو تا نایه وی به طور تصادفی، یعنی یه وی اچ با وی ال در ایمونوگلوبولین ها و یا وی آلفا با وی بتا، باز این خودش میتونه باعث تنوع بشه. یعنی از کنار هم قرار گرفتن تصادفی وی اچ و وی ال، وی اچ با وی ال و در واقع وی آلفا با وی بتا، باز تنوع رو داره میبره بالا. خب نکته بعدی که در مکانیزم‌های تنوع نقش داره تنوع اتصالی و تنوع الحاقی هست. این کجاست؟ این تنوع که بهش جانکشنال دایورسیتی هم میگن، جانکشنال دایورسیتی هم میگن. این تنوع اتصالی بیشترین سهم رو دقت بکنید در تنوع گیرنده های آنتیژن داره. بیشترین سهم رو در تنوع آنتیژن های، اینجا رو من این شکل بیارم، تنوع گیرنده های آنتیژنی داره. این تنوع اتصالی یا در واقع جانکشنال دایورسیتی در اثر، دقت بکنید، در اثر اضافه شدن و یا حذف شدن نوکلئوتیدها در محل اتصال قطعات وی، دی و جی ایجاد میشه. خب حالا این تنوع اتصالی که همونجایی که گفتیم پالندروم ایجاد میشه، وقتی برش میزنه پالندروم ایجاد میشه و این پالندروم رو وقتی برش میزنه در واقع هرپین ایجاد میشه و این هرپین رو آرتمیس برش میزنه و اینجا باید پالندروم ایجاد بشه. یکی از مکانیزماش همینه، اضافه شدن نوکلئوتیدهای پی بهش میگن یا پالندروم، نوکلئوتیدهای پی یا پالندروم. پس من الان دارم چی رو میگم؟ من به طور کلی دارم مکانیزم‌های دقت کنید، بحث رو گم نکنید، نحوه ایجاد تنوع در گنجینه سلولای بی و تی رو دارم میگم. این بازارایی رو گفتیم، کلیات بازارایی رو گفتیم و گفتیم حالا این بازارایی چجوری باعث تنوع میشه. یه دلیلش گفتیم یه مکانیزمش تنوع ترکیبیه، یعنی این قطعات ژنی وی و دی جی، وی و دی و جی به صورت رندوم اتصال پیدا میکنن، تصادفیه. مثلا D4 D5 J1 همینجوری تصادفی در واقع اینا کنار هم قرار میگیرن. خب گیرنده آنتیژنی متفاوتی رو ایجاد میکنن. نکته بعدی در ارتباط با همین تنوع ترکیبی، حالا این VH که ساخته شده در اثر این VDJ با VL که ساخته میشه باز میتونن به صورت تصادفی اینا کنار هم قرار بگیرن و باز باعث افزایش تنوع بشن. نکته بعدی تنوع اتصالی هست که گفتیم بیشترین سهم رو داره. تنوع اتصالی خودش در اثر به سه صورت انجام میشه. یک، حذف نوکلئوتید. خب یه اندونوکلاز هایی هستن که این در واقع میان یه نوکلئوتید هایی رو از توالی های اولیه در انتهای اون قطعات ژنی حذف میکنن. معمولا این حذف نوکلئوتید ها برای قطعه جی انجام میشه. بس این یه مکانیزمه. دو تا مکانیزم دیگه داره که خیلی مهمه و جزء تنوع اتصالی هست. یکیش اضافه شدن نوکلئوتیدهای پی، همین چیزی که الان گفتیم. این وقتی برش ایجاد میشه در واقع رگبان ها برش میزنن، اون RSS ها رو خارج میکنن، یه هرپین ایجاد میشه. این دو تا قطعه وی و جی باید به هم متصل بشن. ببین اینجا این دو تا قطعه باید به هم متصل بشن. خب این هرپین رو باید باز شه، این هرپین باید باشه این دو تا قطعه بیان کنار هم قرار بگیرن. خب این هرپین رو گفتیم آرتمیس میاد چی میکنه؟ برش میزنه، یا حالا از اینجا برش میزنه یا بلانت که بهش میگن در واقع به صورت مساوی برش میزنه یا از بالا برش میزنه. حالا یه همچین اتفاقی میفته، یعنی اگه از اینجا برش بزنه این میره بالا دیگه، این پایینش در واقع خالیه، اینجا هم به هم میشه. اگه اینجا برش بزنه این دو تا رشته هستش، این رشته میاد پایین، این رشته بالایی چیه؟ خالیه. اینجا باید پرشه. این
یکی از اون در واقع مکانیسم های تنوع اتصالی نوکلئوتیدهای پی یا پالندروم هستند. خب این نوکلئوتیدهای پالندروم در واقع نوکلئوتیدهایی هستن که اینجا اضافه میشن. پالندروم وقتی میگیم یعنی اینکه این نوکلئوتیدی که این سکانسی که اینجا هست پایین این به صورت پالندروم اضافه میشه. پالندروم دروم یعنی با هم، پالین یعنی برعکس، یعنی برعکس. دروم یعنی دروم یعنی دویدن، پالین یعنی برعکس دویدن. حالا این معنی لغویشه، اما پالندروم اینجا به این معنی که این سکانسی که اینجا اضافه میشه که تحت عنوان پی نوکلئوتید میگیم، از چپ به راست TCGA. پالندروم وقتی در واقع بخواد اضافه بشه از راست به چپ عین همینه، یعنی اینجا میشه TCGA، یعنی این سکانس رو بهش میگن پالندروم، یعنی در واقع از راست به چپ، از چپ به راست این هم باشن. خیلی از چیزا هم توی ادبیات هم داریم که مثلا یک کلمه رو از هر طرف بخونی یکیه، این در واقع همینه. اینجا TCGA هست، این که اضافه میشه بهش میگن پالندروم TCGA. پس این یه مکانیزمه، این یه مکانیزمی که اضافه میشه و این تقریبا پی نوکلئوتیدها رو میشناسیم. اینجا هم همینطور AT اینجا در واقع از این طرف که بخونیم باز همون TATA و اینجا هم TATA هستش. یا از این پس این از هر طرف بخونی این یه سکانس پالندرومش برعکسش دقیقاً شبیه همینه. اینجا این سکانس در واقع این سکانس ما بوده، سکانسی که در واقع در اثر شکست آرتمیس ایجاد شده و اینجا این سکانس پالندروم هستش. پس یه مکانیزم اضافه شدن نوکلئوتیدهای پی هستش. مکانیزم بعدی ناشی از تنوع اتصالی اضافه شدن نوکلئوتیدهای N هست. نوکلئوتیدهای N که اینجا من در واقع نشون دادم. نوکلئوتیدهای N نوکلئوتیدهایی هستند که یه آنزیم به نام TDT، اینجا آنزیم TDT یا ترمینال دئوکسی نوکلئوتیدیل ترانسفراز میاد 20 نوکلئوتید رو به صورت رندوم تصادفی و بدون الگو به محل اتصال قطعات V، D و J اضافه میکنه. خب این نوکلئوتیدها بالاخره نوکلئوتید در نهایت ترانسکریپت میشه، در نهایت پروتئین میشه. این داره تنوع رو زیاد میکنه. این وقتی در هر بار بازآرایی ما یه پالندرومی داریم، یه اضافه شدن پی نوکلئوتیدها رو داریم، یه اضافه شدن ان نوکلئوتیدها رو داریم، این در واقع سکانس رو داریم عوض میکنیم، یعنی مایه وی رو داریم تغییر میدیم. پس اینها همه باعث میشه که در واقع ناحیه وی ما تنوع بیشتری داشته باشه. ناحیه وی حالا تی سل رسپتور که مربوط به وی آلفا و وی بتا هستش و همچنین ایمونوگلوبولین ها. پس مکانیزم بعدی نوکلئوتیدها هستش. اینجا یه نکته وجود داره در مورد نوکلئوتیدها و اون اینه که نوکلئوتیدها غالبا به زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین و زنجیره های بتا و گامای تی سل رسپتور اضافه میشن. این نکته مهمی هستش. نوکلئوتیدها به زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین و زنجیره های بتا و گامای تی سل رسپتور. خب الان با توجه به این توضیحی که دادم باید متوجه بشیم که زنجیره سنگین تنوع بیشتری داره، زنجیره بتا تنوع بیشتری داره. خب این یه نکته. و نکته دیگه در ارتباط با تنوع اتصالی بیشترین تنوع اتصالی در محل اتصال قطعات VVJ رخ میده که اگر ارتباط با آنتیبادی ها بگیم همون مایه CDR3 آنتیبادی ها هستش، همون مایه CDR3 آنتیبادی ها هستش که بیشترین تنوع در گیرنده آنتیژنی هست که همون مهمترین نقطه در اتصال با آنتیژن هم هست. پس دقت بکنید که تنوع اتصالی در محل به طور کلی در محل اتصال قطعات VVJ رخ میده و این بخش همون مایه CDR3 رو کد میکنه. تنوع اتصالی هم گفتیم مکانیزمش یا حذف نوکلئوتیده یا اضافه شدن نوکلئوتیدهای P و یا اضافه شدن نوکلئوتیدهای N و میتونه در واقع هر سه تا اینا هم باشه. اینجا رو ببینید، این هیرپینه بعد از برش آنزیم های رگ 1 و رگ 2 و بعد از اینکه در واقع این RSS ها
کنار هم اومدن، مثلا این قطعه B و J رو داره بازآرایی میکنه، اینجا شکست ایجاد میشه در دو تا رشته، یه هیرپین ایجاد میشه، این هیرپین ها آرتمیس میاد بازش میکنه. خب یه پی نوکلئوتید یا پالیندروم باید اینجا اضافه بشه. خب پالیندروم این چی میشه؟ TCGA. پالیندرومش از این ور باید شبیه این باشه، یعنی این از چپ به راست، این از راست به چپ، میشه TCGA. درسته؟ اینجا رو ببینید، این میشه پالیندروم، این TCGA، این TCGA. اینجا چیه؟ ATAT. این از این ور باید همیشه باشه ATAT باشه، اینم پالیندروم. خب گفتیم یه مکانیزم دیگه چیه؟ N نوکلئوتید. N نوکلئوتید هم در واقع نوکلئوتیدهایی هستن که یه آنزیم به نام TDT، ترمینال دیوکسی نوکلئوتید ترانسفراز، میاد اضافه میکنه 20 نوکلئوتیده و توی زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها و زنجیرهای بتا و گامای تی سل رسپتور این کارو میکنه. نکته بعدی در مورد TDT یا در واقع N نوکلئوتیدها اینه که اینها در هنگام بازآرایی در واقع فعال هستش. آنزیم TDT فقط در هنگام بازآرایی زنجیرهای ایمونوگلوبولینی و یا حالا مربوط به تی سل رسپتور این آنزیم فعال هستش و میتونه این تنوع رو ایجاد بکنه. پس به طور کلی مکانیزم های ایجاد تنوع در گنجینه سلول های بیوتی شامل تنوع ترکیبی شد، خود ژن های اتصال تصادفی قطعات ژنی VDJ کنار هم قرار گرفتن تصادفی VH و VL که این مایه وی رو میسازه در ایمونوگلوبولین ها، یا وی آلفا و وی بتا که در مولکول تی سل رسپتور این کارو میکنه. این تنوع ترکیبی بود. و مکانیزم بعدی تنوع اتصالی بود یا تنوع الحاقی بود که گفتیم بیشترین سهم رو داره و این تنوع اتصالی یا تنوع الحاقی در زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها تو بخش CDR3 در واقع باعث تنوع میشه و شامل حذف نوکلئوتیدها، نوکلئوتیدهای پی اضافه شدنشون که گفتیم پالیندروم ها هستن، سکانس توالی های پالیندروم، و نوکلئوتیدهای ان که در واقع بدون الگو و رندوم حدود 20 نوکلئوتید اضافه میشن. این مکانیزم تنوع اتصالی بود. و یه مکانیزم دیگه هم در تنوع وجود داره و اون جهش های سوماتیک یا جهش های نقطه‌ای که در واقع باز میتونه از مکانیزم های ایجاد تنوع باشه. خب این کلیت بحث در واقع بازآرایی ژنی بود که ما صحبت کردیم که به چه شکلی این قطعات ژنی، ببینید این زنجیره این در واقع ایمونوگلوبولین همه بحثا بود که این VH و VL این نایه ویشون به چه شکلی در واقع بازآرایی میشه این ژن ها. پس دقت بکنید که اون N نوکلئوتید و P نوکلئوتید بیشتر مربوط میشه به CDR3. اگه یادتون باشه ما 3 تا CDR داشتیم در هر زنجیره سنگین CDR1 CDR2 CDR3، زنجیره سبک هم به همین شکل. بیشتر این تنوع و این اضافه شدن P نوکلئوتیدها و N نوکلئوتیدها، خصوصا N نوکلئوتیدها در CDR3 زنجیره سنگین اتفاق میفته. خب اینم در واقع همون زنجیره TCR رو داره نشون میده، زنجیره بتای تی سل رسپتور روی کروموزوم شماره 7، زنجیره آلفا و دلتای تی سل رسپتور روی کروموزوم شماره 14 هست، ژن هاشو داره نشون میده. تی سل رسپتور زنجیره گامای تی سل رسپتور روی کروموزوم شماره 7 رو داره نشون میده و اینم که گفتیم تعداد قطعات ژنی که در سطح کروموزوم ها وجود داره و اینها در کنار هم قرار گرفتن اینها همون مکانیزم بازآرایی رو باعث میشه. این باز ژن های تی سل رسپتور رو داره نشون میده، ژن های وی، ژن های جی. گفتیم در زنجیره آلفا دی نداریم، در زنجیره بتا قطعات ژنی دی هم وجود داره که وریبل، دایورسیتی و جوینینگ و نوای سی که کانستنت یا ثابت هستن. اینجا هم در واقع بازآرایی زنجیره بتا رو داره نشون میده که یا سوماتیک ریکامبینیشن. خب گفتیم اولین بازآرایی بین دی و جی داره اتفاق میفته به خاطر همون بحث RSS ها، اون قانون 1223 و در ادامه وی میاد به اینا میچسبه VDJ. این
همون در واقع نایه وی زنجیره بتا رو در واقع میسازه که حالا زنجیره آلفا هم ساخته میشه و کنار هم وی آلفا وی بتا نایه وی تی سل رسپتور رو به طور کلی میسازن و اینجا هم در ادامه هم زنجیره آلفا رو داریم میبینیم وی آلفا و جی آلفا. اینجا دیگه ما در واقع دی نداریم و نایه ثابت. پس این میشه زنجیره بتای ما در تی سل رسپتور و این میشه زنجیره آلفای ما. این دوتا مکانیزم در واقع نواحی وی رو دارن میسازن، وی بتا و وی آلفا که در ادامه هم این سی هم بهشون اضافه میشه، دوتا زنجیره کامل میشه و پروتئین میشن، این در واقع ترانسکریپت میشن و ترانسلیت میشن. خب این بحث در واقع بازارایی سوماتیک بود و در ادامه جلسه بعد بلوغ لمفوسیت های بی رو در خدمت شما هستیم. اگه سوالی نکته‌ای در واقع موردی هست، یه مقدار مباحث ژنتیک هست و یه مقدار هم باید شما از قبل یه مطالعه خوبی در ارتباط با تی سل ها بی سل ها داشته باشین، اگه سوالی هست در سامانه نوید بپرسین و من در خدمت شما هستم. خسته نباشید.